با سلام خدمت همه شما دانشجویان عزیز دوره نتورک پلاس. حسن کمالخانی هستم، مدرس دوره های مایکروسافت، سیسکو و کامتیا. با درس دیگری از دوره آموزش نتورک پلاس در خدمت همه شما عزیزان هستم. در این درس میخوایم مرور اجمالی داشته باشیم بر ویرچوالایزیشن، همون مجازی سازی و انواع استوریج اریا نتورک ها یا همون هارد های تحت شبکه. در واقع میخوایم مثلا معرفی بکنیم که ما چند مدل مجازی سازی میتونیم انجام بدیم، هر کدوم برای خودشون چه تفاوت هایی و ویژگی هایی رو دارن، چند مدل استوریج در داخل شبکه میتونیم داشته باشیم و مزایای استفاده از هر کدوم چی است. پس در واقع تو این درس میخوام یه شمای کلی از محتویات مربوط به مجازی سازی در اختیار شما قرار بدیم که حالا انشاءالله در دوره های بعدی به تفصیل و با جزئیات و با شیوه های پیاده سازی در مورد اینها با شما صحبت خواهیم کرد. خب اول از همه بیایم بگیم مثلا ویرچوالایزیشن یا مجازی سازی چی هست. ویرچوالایزیشن در واقع یه نوع سیستمیه که به من اجازه میده که من روی یک سخت افزار، روی یک سرور یا روی یک کامپیوتر چند تا سیستم عامل مختلف نصب بکنم که اینها به صورت همزمان بتونن بالا بیان و استفاده بشن. این بحث خیلی متفاوته با اینی که من میام روی کامپیوتر خودم دو تا سیستم مختلف رو نصب بکنم. وقتی که ما میام در داخل کامپیوتر خودمون دو تا سیستم مختلف رو نصب میکنیم، مثلا تو کامپیوترم یه دونه ویندوز 10 میریزم، یه دونه ویندوز سرور 2016 میریزم به عنوان مثال. خب من وقتی که تو بوت سیستم میاد به من اجازه میگه یه دونه از سیستم ها رو بتونم بالا بیارم و ازش استفاده بکنم. اما ویرچوالایزیشن به من این اجازه رو بهم میده که من چندین سیستم عامل رو به صورت مجازی همزمان بالا بیارم و ازشون استفاده بکنم. یعنی اگر روی کامپیوتر من ویندوز سرور 2016، ویندوز 10، لینوکس، مک، ویندوز 7، هر چیزی که هست میتونه همزمان با توجه به میزان سخت افزاری که در اختیار دارم بالا بیاد و استفاده بکنه. این به ادمین ها اجازه مانور بسیار زیادی در روی بستر شبکه رو میده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میخوان مثلا 10 تا سرور مختلف داشته باشن، به جای اینکه 10 تا سخت افزار مختلف رو بخرن، میرن یه دونه سرور سخت افزاری میخرن، ویرچوالایزیشن رو روش پیاده سازی میکنن و میتونن 10 تا ماشین مجازی در روش نصب بکنن و از اون هر کدوم رو به جداگونه کانفیگ بکنن و وارد شبکه بکنن. خب ما توی مجازی سازی این ویژگی هایی رو که گفتم به وسیله یه نرم افزار مجازی ساز باید انجامش بدیم که نرم افزارهای مختلفی تو بازار هستن. مثلا یکم معروف تریناش که خب شرکت VMware نرم افزارهای مجازی ساز بسیار قدرتمندی داره که خب تقریبا میتونیم بگیم از همه معروفتر هستش. نرم افزار ویرچوال باکس هستش، نرم افزار هایپر وی خود مایکروسافت هستش و همین خیلی از نرم افزارهای دیگه توی بازار وجود داره. ما به تمام این نرم افزارهایی که به ما کمک میکنن ما کار مجازی سازی رو انجام بدیم، ما به اینها میگیم هایپر ویزور. پس نرم افزارهایی هست که من به کمک اونها میتونم که کار مجازی سازی رو روی ماشین های خودم انجام بدم. ویرچوالایزیشن به دو صورت مختلف میتونه اتفاق بیفته: تایپ 1، تایپ 2. تایپ 1 رو بهش میگن بیر متال و تایپ 2 رو بهش میگن هاستد. توی تایپ 1 یا همون بیر متال، مجازی ساز یا همون هایپر ویزور اول روی سخت افزار نصب می شود و با نرم افزار بوت میشه، بالا میاد اون هایپر ویزور و بعد ماشین ها رو میتونه که لود بکنه و ازش استفاده بکنیم. اما توی تایپ 2 که هاستد هست این اتفاق نمیفته. توی تایپ 2 شما برای سخت افزار اصلی خودت نیاز به یه سیستم عامل داری. چه شکلی میشه؟ فرض کنید من روی کامپیوتری دارم، روی کامپیوترم ویندوز سرور 2016 نصب کردم، بعد میرم در داخل خود ویندوز سرور 2016 هم نرم افزار مثلا VMware ورک استیشن رو نصب میکنم و در داخل VMware ورک استیشن یه سری ماشین ها یا یه سری سیستم عامل های مجازی روی اینها نصب میکنم. پس
توی تایپ 2 یا همون هاستد وقتی من کامپیوترم رو روشن میکنم اول سیستم عامل پایه من لود میشه، اون میاد بالا، یعنی اول هاست من لود میشه میاد بالا، بعد هایپر ویزور لود میشه و بعد در نهایت ویرچوال ماشین ها یا اصطلاحاً بهشون میگیم گست، مهمان ها، اونها لود میشن. اما توی تایپ 1 که همون بیر متال هست وقتی من سرورم رو روشن میکنم اول هایپر ویزور لود میشه و بعد ویرچوال ماشین ها یا همون گستا لود میشن. خب همونجوری که گفتیم ما به ویرچوال ماشین هایی که در داخل هایپر ویزور ها نصب میکنیم بهشون میگیم گست و به اون سیستم پایه اگر وجود داشته باشه در هاستت ها میگیم که هاست. نگاه کنید توی اینجا تو شکل نشون داده شده. نگاه توی تایپ 1 که همون بیر متال هست از سخت افزار هم اگه در نظر بگیری مستقیما وارد هایپر ویزور میشه، هایپر ویزور لود میکنه و هایپر ویزور میتونه که اپراتینگ سیستم ها یا همون هاست های من رو گست های من رو لود بکنه. اما توی تایپ 2 به چه صورت هست؟ این سخت افزارمه. وقتی من سخت افزارم رو روشن میکنم اول سیستم عامل پایه لود میشه و بعد هایپر ویزور نرم افزاری مثلا مثل VMware Workstation تو مثالی که زدم لود میشه که حالا شما میتونی یه دونه داشته باشی یا چند تا داشته باشی و وقتی که این لود شد بعد حالا میاد اینجا ویرچوال ماشین های من یا همون گست های من رو لود میکنه. خب حالا اینا کجا کاربرد داره؟ چه جاهایی ما میایم از تایپ 1 استفاده میکنیم و چه جاهایی از تایپ 2 استفاده میکنیم؟ نگاه کنید ما توی سرورهایی که وارد بستر عملیاتی شبکه میشه و سرورهایی که همیشه نیاز داره به اینی که روشن باشه اون سیستم، معمولا نمیگم 100%، معمولا از تایپ 1 یا همون بیر متال استفاده میکنیم. شما فرض کنید توی شرکتی داره کار میکنید، مثلا میگیم آقا مثلا بانک اومده مثلا یه دونه سروری رو اومده به عنوان سیستم پایه خوش در نظر گرفته، در روی اون اومده 10 تا ویرچوال ماشین نصب کرده. اینها معمولا میان از همون حالت بیر متال استفاده میکنن. به چه دلیل؟ به این دلیلی که اولا اگر ما تو هاستت بخوام استفاده بکنیم یه سری از توان سخت افزاری سیستمم رو همون سیستم پایه به خودش اختصاص میده. دومیش توی تایپ 2 یا هاستت اگر سیستم عامل پایه من دچار هر مشکلی بشه هایپر ویزور لود نمیشه و بالا نمیاد، بس در نتیجه من به ویرچوال ماشین‌های خودم هم دسترسی ندارم. سومین مسئله‌ای که وجود داره وقتی که من تایپ 1 یا همون بیر متال ها استفاده میکنم توی اونجا سرعت لود سیستم من بسیار بالاتر هستش و ویرچوال ماشین ها تحت تاثیر چیز دیگه قرار نمیگیرن. ولی در جاهایی هستش که من سیستم عامل پایه خودم رو لازم دارم اما در کنارش نیاز دارم که یه سری تسکای دیگه انجام بدم که اونا سیستم عامل های دیگه رو لازم دارم. یه مثال میزنم. شما فرض کنید من روی کامپیوتر دارم، این کامپیوتر من ویندوز 10 روش نصب هستش، دارم باش کارهای معمول خودم رو انجام میدم. حالا یه نرم افزار حسابداری خریدم و این نرم افزار حسابداری من ویندوز 7 رو فقط پشتیبانی میکنه. خب من در اینجا باید چه کاری انجام بدم؟ یا باید بیام روی کامپیوترم دو تا سیستم عامل ویندوز 10 و ویندوز 7 بریزم، هر دفعه لازم دارم با ویندوز 10 بوت شم و هر وقت لازم دارم با ویندوز 7 بوت بشم. خب این دسترسی من هم محدود میکنه و هم دردسر کار من زیاد هستش. میام در این حالت چه کار میکنم؟ سیستم عامل پایه‌ام هم ویندوز 10 در نظر میگیرم که داره کارمو انجام میدم، ولی میام یه نرم افزاری مثلا مثل همون VMware Workstation که مثال زدم رو نصب میکنم، در داخل اون یه ویرچوال ماشین نصب میکنم که سیستم عامل ویندوز 7 داشته باشه و در داخل اون سیستم عامل ویندوز 7 من نرم افزار حسابداری رو نصب میکنم. پس هر زمانی که توی ویندوز 10 دارم کارم انجام میدم، هر زمان نیاز داشته باشم به این که به نرم افزار حسابداری دسترسی داشته باشم، اون ویرچوال ماشین رو
استارت میکنم، لود میشه، بالا میاد، من از نرم افزار حسابداریم هم استفاده میکنم. یا تو بحث های آموزشی، یا مثلا فرض کنید که توی یه سری کارهای خاصی که معمولا به صورت دائم نیاز نیستش که اون ویرچوال ماشین بالا باشه و استفاده بشه. خب سوال بعدی که اینجا پیش میاد، آیا ما برای نصب کردن ویرچوال ماشین ها محدودیتی داریم؟ خیر، ما محدودیت نرم افزاری برای نصب ویرچوال ماشین ها در روی یک سیستم نداریم. اینجا ما فقط بحث محدودیت سخت افزاری داریم. خب شما باید حساب بکنید که اگر مثلا من میخوام که روی سرورم 10 تا ویرچوال ماشین نصب بکنم، باید فکر بکنید که اگه به عنوان مثال حداقل من 10 تا 4 گیگ به عنوان مثال من باید رم در نظر داشته باشم، باید یه تعداد سی پی یو در نظر داشته باشم که کورهای مختلف داشته باشه و هر کوری رو اختصاص بدم به یه دونه ویرچوال ماشینم. باید حساب بکنم که آیا اینها جوابگوی کار من هست یا نه. پس فقط من اینجا محدودیت سخت افزاری دارم، وگرنه از نظر نرم افزاری هیچ گونه محدودیتی برای من تعریف نشده. خب حالا بگیم فرض کنید ما اومدیم این ویرچوال ماشین ها نصب کردیم، حالا یا به صورت تایپ 1 یا تایپ 2 فرقی نمیکنه. حالا بیایم در داخلش ببینیم آقا چه امکانات و فیچرهایی در اختیار من میذاره که انقدر جذاب کرده کار رو و تقریبا امروزه میتونم به جرئت بگم که بالای 90-95% دیتا سنترهای دنیا با ویرچوالایزیشن کانفیگ شدن. دیگه گذشت زمان اونی که من ویرچوالایزیشن نداشته باشم و بخوام که سرورهای فیزیکی داشته باشم. این دیتا سنترها میتونه دیتا سنترهای لوکال باشه، میتونه دیتا سنترهای کلود باشه، ولی همشون دیگه داره میرن به سمت ویرچوالایزیشن. چه فیچرهایی گذاشته که اینقدر جذاب کرده؟ اولیش ویرچوال روتر من دارم، یعنی همون جوری دقیقا مثل یه روتر فیزیکی که در داخل شبکه وجود داره. من وقتی که کامپیوترهای یک ویلن هم میخواد به ویلن دیگه ارتباط داشته باشه، یا یک سرور هم با یک سرور دیگه میخواد ارتباط داشته باشه، این روتر میاد تیبل خودش رو میخونه و مسیر رو به من نشون میده و پکت ها ارسال میشه، ارتباط برقرار میشه. همین اتفاق توی ویرچوالایزیشن هم داره میفته. یعنی من توی ویرچوالایزیشن هم روتری دارم، ویرچوال روتر هستش، اونجا میتونه که ارتباط من رو با داخل نتورکم اینتریور و با خارج نتورکم اکستریور خودم برقرار بکنه. اصلا پدیده است بسیار شگفت انگیز. همچنین این میتونه دقیقاً روتر فیزیکی تعریف بکنه که روتینگ داینامیک باشه یا استاتیک. شما اصلا کانفیگ میتونید بکنید، میتونید باید تیبلاش بشید، میتونید کامند بهش بدید. سوئیچ هم همینطور، ما ویرچوال سوئیچ داریم در داخل شبکه. ویرچوال سوئیچ به من اجازه میده که کامپیوترهای من با هم ارتباط داشته باشن. دقیقاً این یه سوئیچ فیزیکی پنل داره، میتونم پورتاشو کانفیگ بکنم، میتونم رول برای هر پورت تعریف بکنم. دقیقاً این اتفاق افتاده و جالب اینجاست که میتونه ارتباط بین ویرچوال ماشین ها با هم دیگه، ارتباط بین ویرچوال ماشین ها با هاست خودشون رو و ارتباط اینها با دنیا بیرون رو، با دنیای اینترنت رو، با یک کامپیوتر خارج از محیط فیزیکی خودش رو برقرار بکنه. اصلا یه پدیده بسیار عجیب غریب و بسیار شگفت انگیز و جذاب و دوست داشتنی. بسیاری از به خاطر همین اومدم بسیاری از کورس های مایکروسافت و بسیاری از کورس های سیسکو رو بر روی ویرچوال ها بنا کردن. ما یه سری سرتیفیکیت ها داریم که این سرتیفیکیت ها اصلا اختصاص داره به خود ویرچوالایزیشن. شرکت وی ام ویر هم که به عنوان در واقع یکی از بانی های اصلی ویرچوالایزیشن در دنیا شناخته میشه که به صورت تخصصی روی ویرچوالایزیشن داره فعالیت میکنه، که یه سری سرتیفیکیت هایی رو داره که در مورد اصلا ویرچوالایزیشن هستش، که حالا اگر لازم باشه من یه ویدیو جلوگونه ضبط میکنم تمام سرتیفیکیت های مربوط به مایکروسافت، سیسکو و وی ام ویر رو توی اونجا توضیح میدم بهتون. یه پدیده شگفت انگیز دیگه که در داخل ویرچوالایزیشن وجود داره ویرچوال فایروال هستش. فایروال در داخل شبکه کارش چی بود؟ میتونه ارتباط بین کامپیوتر من با دنیای بیرون از خودش رو، حالا دنیای بیرون از خودش میتونه کامپیوتر دیگه باشه، میتونه نتورک دیگه باشه، میتونه اینترنت باشه یا هر چیز دیگه رو
کنترل کنه، یعنی اجازه دسترسی بدهد یا اجازه دسترسی ندهد، حالا چه به صورت اینکه از کامپیوتر من به بیرون یا از بیرون به کامپیوتر من. درسته؟ این تعریف فایروال بود. حالا ویرچوال فایروال چیکار میکنه؟ ویرچوال فایروال دقیقاً همین کار رو میتونه انجام بده، روی ماشین های مختلف نصب میشه و دقیقاً میتونه رول تعریف بکنی، پورت ها رو کنترل بکنید، میتونه دسترسی ها رو اکسس بدید یا بند بکنید، خیلی از کارها رو میتونید انجام بدید. دقیقاً شبیه یک فایروال فیزیکی کار میکنه. ویرچوال فایروال ما به صورت مخفف بهش میگیم VF، مخفف همون ویرچوال فایروال هستش که کمک بسیار زیادی میکنه برای امنیت شبکه. کار شبکه ها، هر سیستمی که در داخل ویرچوالایزیشن وجود داره کارت شبکه مجازی خودشو داره. نگاه کارت شبکه فیزیکی رو ما بهش چی میگیم؟ میگیم NIC Network Interface Card، Virtual Network Interface Card یا هم VNIC. در واقع همون کارت شبکه مجازی هستش که روی ویرچوال ماشین ها وجود داره، کانفیگ میشه، دقیقاً IP میگیره. شما میتونید که دیفالت گیتوی تعریف کنید، میتونید IP DNS سرورش رو وارد کنید. دقیقاً این یک کارت شبکه فیزیکی کانفیگ میشه و میتونه که ارتباط ما رو برقرار بکنه. خب حالا وارد یه بحث جدی تر میخوام بشم. استوریج دیوایس ها در داخل شبکه. نگاه کنید، در داخل شبکه ما میام چیکار میکنیم؟ منابع شبکه‌مون رو به اشتراک میذاریم، ریسورس ها رو شیر میکنیم در داخل شبکه. خب یکی از ریسورس هایی که در داخل شبکه باید شیر بشه هارت های ما هستن که در داخل شبکه وجود دارن برای اینکه دیتا ها رو در دسترس یوزرها بذاریم. اوکی. خب حالا اگه من قرار باشه فقط تکیه بکنم به اینی که سرور من هارد داره و از هارد سرورم استفاده بکنم، چه مشکلی به وجود میاره؟ مشکل اینجا هستش که وقتی که تعداد زیادی یوزر به هارد سرور من متصل بشن، برای اینکه دیتا رو بخوام بردارن، کپی کنن، موو کنن، بخوان چیزی رو سینک بکنن یا هر کاری که بخوان انجام بدن، اون هاردها ساخته نشده برای چندین دسترسی همزمان. پس هاردهای من دان میشه یا سرعتش خیلی پایین میاد و خطا میده در داخل شبکه. پس شبکه من کند میشه. هاردهایی که در داخل سرورها و کامپیوترها وجود دارن مثل همین هاردهای ساتا یا هاردهای اسکازی یا چیزهای دیگه که در داخل شبکه داریم استفاده در داخل سرورها و کامپیوترها یا ورک استیشن ها داریم استفاده میکنیم، اینها برای دسترسی همزمان ساخته نشدن. پس اومدن چه کار کردن؟ یه سری هارد هایی رو ساختن، یه سری استوریج دیوایس هایی رو ساختن که در داخلش هارد های شبکه قرار میگیره و به صورت تخصصی این ویژگی رو دارن که چندین دسترسی همزمان رو مدیریت بکنن. حالا هر استوریج دیوایس با توجه به قیمتش و با توجه به برندش، با توجه به مدلش، تعداد دسترسی های متفاوتی رو میتونه مدیریت بکنه و با سرعت بالا هم میتونه این کار انجام بده. به چه دلیل؟ به دلیل یه سری از تکنولوژی هایی که در داخل این استوریج دیوایس ها استفاده شده که حالا من تو اسلاید بعدی توضیح میدم که چه تکنولوژی هایی استفاده شده. ما به صورت متداول دو مدل استوریج دیوایس در داخل شبکه داریم. یکی سن ها هستن و یکی نس ها هستن. سن مخفف استوریج اریا نتورکس و نس مخفف نتورک اتچ استوریج هستش. اینها تقریبا یک کاری را انجام میدن، منتها تو فیچرهاشون یه تفاوت ها وجود داره که حالا من به صورت کلی یه سریش رو بهتون معرفی میکنم. ولی این رو بدونید که من تو شبکه‌ام چه از سن استفاده بکنم و چه از نس استفاده بکنم، هدفم این هستش که پرفورمنس شبکه رو بیارم بالا، سرعت شبکه من بیاد بالاتر، یوزرها راحت‌تر بتونن از دیتاهای موجود در شبکه استفاده کنن. یه سری از دیوایس‌های دیگه‌ای که در داخل شبکه‌ها وجود دارن و از هاردهای خودشون هستن، هارد اسکازی هستن.
هاردهای اسکازی هاردهایی هستن که از قدیم هم در روی کامپیوترها استفاده میشد و بعدش اومد به صورت تخصصی در روی شبکه استفاده شد. نسل جدید هاردهای اسکازی که خود نگاه کنید، اسکازی که من داره بهتون میگم مخفف Small Computer System Interface هست که SCSI مخففش هست و به صورت اسکازی خونده میشه. پس هاردهای اسکازی مخفف Small Computer System Interface هستش و نسل جدید هاردهای اسکازی آی اسکازی هستش که اون آیش مخفف اینترنت هستش. یعنی هاردهای اسکازی هستن که در داخل شبکه‌های اترنت میتوانند استفاده شوند، میتوانند کاربرا بهشون متصل بشن. حالا این شبکه اترنت ممکنه که در داخل یک لن باشه و یا مثلا در داخل شبکه جهانی مثل اینترنت قرار گرفته باشه. برای اینکه این هاردها در داخل شبکه قشنگ شماره گذاری بشن و قشنگ بشه که اینها رو استفاده بکنه و بشه که اینها رو دسترسیشون رو هموار بکنه، اومدن از یه تکنولوژی استفاده کردن به نام لون LUN مخفف Logical Unit Numbers. یعنی اینها اومدن یه تکنولوژی استفاده کردن که هاردهای اسکازی در داخل شبکه دیتک بشن و تشخیص هویت بشن، در واقع همون آیدنتیفای بشن در واقع. خب هاردهای نس و سن، دیوایس های صحیحش اینه که بگیم دیوایس های سن و نس، اینها از یه تکنولوژی استفاده میکنن در درون خودشون به نام تارگت ها چه کار میکنن؟ به اونها اجازه میدن که 8 تا دیوایس مختلف رو بتونن مدیریت بکنن و دسترسی براشون تعریف بکنن. هاردهای آی اسکازی که در داخل ویرچوالایزیشن ها استفاده میشه، به ویرچوال ماشین ها و یوزرهایی که ویرچوال ماشین ها در استفاده میکنن اجازه میده که شما از تمام مزیت های فایل سیستم استفاده بکنی با یه سرعت بسیار بالا و هیچ نیازی نداشته باشی که فایبر چنل ها رو روش تنظیم بکنی. در واقع هیچ نیازی به این مطلب با نداره، خیلی ساده استفاده میکنیم و میشه اونها رو دیدش در داخل شبکه. حالا یه تکنولوژی خیلی عجیب غریب دیگه اومد در داخل همین نتورک استوریج ها به نام جامبو فریمز. جامبو فریم چیه؟ نگاه کنید، شما فکر کنید که من اومدم در داخل شبکه و از دیوایس شبکه استفاده کردم. حالا سن ها یا نس ها، حالا اینجا در مورد سن ها میخوایم صحبت بکنیم. نس ها هم همین ترتیب رو وجود داره. من وقتی که یه دیتایی رو در داخل شبکه میخوام بفرستیم، مثلا من یه فایل 100 مگ رو در داخل شبکه میخوام ارسال بکنم از یه کامپیوتری به یه کامپیوتر دیگه. خب بر اساس تعاریفی که تو جلسات اول در مورد شبکه اترنت داشتیم چه شکلی میشد؟ اون دیتا به پکت های کوچکتری تقسیم میشه، اون پکت ها هدر و فوتر خودشون رو میگیرن و در داخل شبکه ارسال میشن. در واقع یک کپسول دیتا بود، عمل انکپسولیشن تعریف میشد. تو اون بحث توی اون 2 درسی که در مورد لایه های OSI صحبت کردم این رو کاملا توضیح دادم. این عمل انکپسولیشن یه سری هدرها و در نهایت یک فوتر به اون دیتا اضافه میکنه و اون به صورت پکت ارسال میشه. یعنی اون 100 مگ ممکنه که تبدیل به هزاران پکت بشه و در داخل شبکه ارسال بشه. خب این یه مشکلی داره، وقتی که در داخل یه شبکه تعداد زیادی یوزر همزمان دارن یه استوریج استفاده میکنن، این کار باعث این میشه که تعداد پکت های زیادتری تولید بشه و تعداد پکت های زیادتر یعنی تعداد پروسس های زیادتری رو دیتا باید انجام بشه. خب این میتونه باعث بار ترافیکی بشه. پس اومدن چه کار کردن؟ یه تکنولوژی ساختن به نام جامبو فریمز. این جامبو فریمز میاد چه کار میکنه؟ سایز پکت هایی رو که در داخل شبکه از طریق استوریج دیوایس نتورک استوریج ها میخواد مورد دسترسی قرار بگیره رو میاد بزرگتر میکنه. یعنی شما در آن واحد میتوانید دیتای بیشتری رو در داخل شبکه ارسال بکنید، در زمان کمتری اتفاق میفته و روی سرور شما هم اونقدر بار پردازشی نمیذاره که وجود داشته باشه.
پس سی پی یو شما آزادتر هستش و میتونه با سرعت بالاتری کارها رو انجام بده. این بسیار کار خوبی بود که و باعث تحولی شد در دنیای نتورک استوریج ها. خب حالا در مورد اون فایبر چنل ها بیا با هم دیگه صحبت کنیم. اصلا فایبر چنل ها چه کاری انجام میدن و چه پروتکلی دارن در داخل خودشون. فایبر چنل یا مخففش همون FC هستش، یه آپشنیه که در داخل استوریج هایش تو شبکه وجود داره که به من اجازه میده من پرفورمنس بالاتری رو در داخل شبکه تجربه بکنم. این FC از یه پروتکلی استفاده میکنه به نام FCP، همون فایبر چنل پروتکل. این میاد در واقع از طریق شبکه اترنت سرعت بسیار بالایی رو برای دسترسی به دیتا به استوریج ها در دسترس من قرار میده. یه آپشن جدیدترین نسبت به FCP وجود داره به نام FCOE، فایبر چنل اوور اترنت، که این یکی از زیر مجموعه های خود همون FCP هست، تو استاندارد جدیدترش هست که این استفاده میشه برای سرعت های بسیار بالا، یعنی سرعت شبکه شما 10 گیگ و بالاتر بهتون میتونه ارائه بکنه. یکی از بزرگترین مزیت هایی که فایبر چنل اختیار من میذاره اسکیلبیلیتی هست، یعنی قابلیت توسعه پذیریش هستش. یعنی شما میتونی به تعداد خیلی زیادی این شبکه رو توسعه بدی و میتونی این ارتباطات داشته باشی بدون اینکه بخوادش که سرعت شبکه شما رو دان بکنه یا اصلا شبکه شما رو بتونه کند بکنه یا هر کار دیگه بخواد انجام بده. اصلا این شما میتونی 10 تا دیوایس استوریج مختلف رو به هم دیگه متصل بکنی و تو سرعت بالا اجازه دسترسی بهشون بده که این مطلب توی دیتا سنتر هایی که تعداد زیادی یوزر به هم استفاده میکنن، مثلا مثل همون شبکه بانک رو شما در نظر بگیرید. اگر ما بگیم مثلا یه شبکه مثل بانک ملی در نظر بگیریم، به صورت همزمان ممکنه 5 میلیون آدم 10 میلیون آدم دارن از خدمات بانک ملی مثلا دارن استفاده میکنن. حالا یه نفر با همراه بانکشه، یه نفر تو باجه تو شعبه وایساده، یه نفر با ATM، یه نفر با تلفن بانک، یه نفر با اینترنت بانک، ولی همزمان دارن استفاده میکنن. این سطح دسترسی ها رو بسیار خوب میتونه هم مدیریت بکنه و هم میتونه سرعت خیلی بالایی ارائه بده و راندمان شبکه من رو بسیار میتونه بالاتر ببره. خب حالا بریم در مورد نسخ ها صحبت بکنیم. نتورک اتچ استوریج ها، نسخ ها همون ویژگی های سن ها رو دارن، همون کار رو میتونن انجام بدن، اما کانفیگشون بسیار ساده تره. خب طبیعی هستش که یه سری فیچرها هم کمتر داره. نسخ ها از تکنیک پروتکل TCP/IP استفاده میکنن و در واقع شما میتونید که اکسس لول های خودتون رو مدیریت بکنید در داخل شبکه. سن ها در داخل شبکه به عنوان کامپیوترها سن رو به عنوان یه هارد فیزیکی تشخیص میدن، اما نس رو به عنوان یه فایل سرور جداگونه تشخیص میدند. وقتی که من توی نس شبکم استفاده میکنم، اگر ویلن داشته باشم و اون ویلن برای دسترسی به اون دیوایس های توی شبکه چندین مسیر داشته باشه، نس ها ویژگی رو دارن که بتونن که چندین مسیر رو ارائه کنن، بهترین مسیر رو انتخاب بکنن و بتونن که از این طریق هم پایداری شبکه یا همون اویلیبیلیتی و همچنین فالت تولرنس، یعنی احتمال خطای شبکه رو بسیار پایین تر بیارن. اویلیبیلیتی بالاتر میبرن و فالت تولرنس رو میتونن مدیریت بکنن، کنترل بکنن و باعث بشه که خطای موجود اگر تو شبکه وجود داشته باشه شبکه من دان نشه. یه تکنولوژی بسیار خوب، اینفینی بند. اینفینی بند یه تکنولوژیه که توسط اینفینی بند ترن اسوسییشن به وجود اومد. یه انجمنی هست در دنیا که این تکنولوژی رو ارائه کرد. اینفینی بند میاد چه کار میکنه؟ یه تکنولوژی هستش که به من اجازه میده با سرعت بسیار زیاد، های اسپید. نگاه کنید تو دسترسی به نتورک استوریج ها هر وقت ما از کلمه های اسپید استفاده میکنیم، یعنی در مورد شبکه 1 گیگابیت داریم صحبت میکنیم. به من اجازه میده که من با
سرعت بسیار بالا و تأخیر بسیار پایین low latency بتونم از دیتاهای شیر شده در شبکه خودم استفاده بکنم و اونها تو شبکه ارسال بکنم. حالا این ارسال ممکنه که از یک کامپیوتری به یک کامپیوتر دیگه باشه یا نه اصلا دسترسی به اون نتورک استوریج از داخل از طریق کامپیوتر خودم باشه در واقع. یعنی در واقع این لو لیتنسی هم میتونه در داخل کامپیوتر خودم اتفاق بیفته و هم میتونه از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه اتفاق بیفته. اینفینی بند هم اسکیلیبل هستش و یعنی قابلیت توسعه پذیری داره و همچنین از سویچ فابریک نتورک استفاده میکنه، یعنی اینکه میتونه از شبکات متمرکز استفاده بکنه و اینها رو میتونه به هم دیگه به راحتی متصل بکنه. خب این یه تعریف کلی از ویرچوالایزیشن بود که در داخل این دوره آموزشی شما لازم هست بدونید. برای تخصصی تر کردن مطالب و برای مطالب سر هر دوره و سر هر مبحث خودش توضیح لازم رو بهتون تو اونجا میدم و موضوع رو میشکافیم، باز میکنیم و با همدیگه پیش میبریم. اگر هر سوالی، نکته‌ای، جای مبهمی بود خوشحال میشم که در پایین همین صفحه کامنت بذارید. من کامنت ها رو میخونم، پاسخ میدم و اگر لازم باشه برای پاسخ شما ویدیوهای جداگونه رکورد میکنم. خوشحالم که با من همراه بودید و تا دیدار دیگر شما رو به خدا میسپارم.